تو انجمن 11 غیر نوبتی حزب دموکرات تاجیکستان و تمامی جناحهایی که در نظر داشتند یعنی طرفکشی را برهم دادیم، نفرها را جمع کردیم، انجمن شما بودید ما برگزار کردیم. مقصد همین بود، احیا کردن حزب، یکجا شدن. خب چیزی نیست در اونجا، نه اموال است نه اموال است، هیچ چیزی نیست که ما تقسیم کنیم. من سپارش دادم به رجب میرزا، شما در واسه اقلا 3 نفر بیوید یک یچیک کنیم که هست اونجا. بعد یک نیم گفتن که اونجا نمیشود، حکومت نمیموند فلان، نمیدونم بهانه‌های بسیار بود. خلاصه که یک یچیک 3 نفرم نیافتند. چون سپارش مملکت جشی هم بود. خب مملکت جشی هم در همین ناحیه فردوسی نه یک طرفداری افتاد نه یکم 3 نفر هیچ کس نیافتند. ما یگون مشکل در داخل حزبی بغیر از 3 نفر دیگه نداریم. بعضی کیسگی میگن. ببینید اول که انجمنی که 23 دکتر 2012 گذشت، 17 سپتامبر 2013 گذشت، همه دیدن که ما سابقه دارای حزب بودن. یگم تاش کارگر دولتی نبود. یک همه اینا رو میگم خشتوار ما در اینجا جمع کردگی نیستم. همه اینا رو حکومت خریدگی هم نیست، محتاج همینا هم نیست. اگر به اینم بگیریم ما محتاج نباشیم، نه که اونم در دایره سیاسی ما هم چه کنکورنتیم. حکومت اگر کمتر ساختارهای ایمونیتیتش کمتر نقصتر کار میکرد ممکن امکانیت نمیداد که ما جمع شیم حزب احیا شود. خب یعنی که به ما یا فرصت دادن یا که اهمیت ندادن یا که امکانیت دادن، من نمیدونم در کدام سطح بود، لیکن حزب جمع شد، اثر احیا شد، حزب احیا شد. وقتی که حزب ما با چیگیم یک تنقیدهای جدی هر روزه مشغول نیست، خب اینو میگن که حزب کیسگی است. خب ما گفتیم که ما حزب اپوزیسیونی کنستروکتیوی هستیم. مثلا بعضی از حزب‌های سیاسی وقتی که با اوبیسی و با دیگران واخوری بودن اعتراضای پدرهوایی بسیار میکردن. اون مشکلاتی که ما در پیش اون میگذاریم اون حل نمیکند. پس وقتی که اون حل نمیکند خب اینا چی در کار گفتن؟ من تا 6 سال اخیر با صاحبکاری مشغولم. از حساب درآمد خود تا امروز من همون صرفهایی که وابسته به خراجات انتخاب میشود خب من پرداخت کرده شدم. یک دوم اینکه باید هر کس حصه گذار باشد. خب اونجا مبلغ زیادی نیست برای جمع کردن یا که رفتن یا که خوراک نسبی خوردن، یعنی هر کس در محل خودمون کار خود انجام بده خب دیگه خراجات بسیار کم می شود. من فکر میکنم رقیب جدی فقط امالی رحمانش نمیتونن. اگر از اونو زیاد نباشیم هم کم هم نیستیم، از دیگر نامزدا زیاد هم نباشیم کم هم نیستیم، اونا را ما کم نمیشماریم. لیکن فکر میکنم که در انتخابات چون از انتخابات پیشتر میدیدیم فعالیت میدیم دیگر میدیدیم خب میبینیم به همه معلوم است یک چیز کشوده است برای عادی ترین آدم عقل بسیار در کار نیست، چون نفوذی امالی رحمان خیلی زیاد است و اون رقیب خب حساب میکنیم. دیگر رو فکر میکنیم که از ما اگر زیاد کم نباشن زیاد هم نیستن از ما.